ابتدا تمام مواد اولیه رو اندازه گیری میکنیم از ادویه ها، پوره یخ، روغن. از تولید دیروز چیزی برامون نمونده بود، برای همین بچه ها برای ساندویچ مدرسهشون ژامبون گوشت میخواستن. صبح تا بچه ها از خواب بیدار بشن من رفتم سمت کارگاه تا مواد اولیه رو آماده کنم بیارم خونه با غذاساز درست کنم، ولی دیدم سر صدا میشه، برای همون توی کارگاه شروع کردم به آماده سازی مواد اولیه ژامبون. همونجا مواد آماده کردم، کاور کردم و برای پختش آوردم توی خونه. Nazlı nazlı gülenler, yavaş yavaş gelenler, səslə məni, oyat məni, yadıma mən düşənlər, səslə məni, oyat məni, yadıma. دیگه هیچ دستگاهی رو کثیف نکردم، به وسیله یه دونه قیف کاورم رو پر کردم، بستم و آوردم خونه تا بزنم توی قابلمه بپزه. Ay ulduzlar axanlar, ay ulduzlar axanlar, nazlı nazlı gülenlər, yavaş yavaş gelenlər, səslə məni, oyat məni, yadıma mən düşənlər, səslə məni, oyat məni, yadıma mən düşənlər, sözlərimdə yalan yox, mən səni sevmişəm çox, bir adım atsan mənə, özgəsinə yolun yox, bir adım atsan mənə, özgəsinə yolun yox. به وسیله یه صافی، یه دماسنج مایعات و یه قابلمه ژامبونم رو گذاشتم قشنگ پخت. بین دمای 75 تا 77 فیکسش کردم، 3 ساعت موند پخته شد. بعد چون که خیالم راحت بشه کامل پخته، از قسمت گره کاور دماسنج رو فرو کردم داخل ژامبون. دماش که به 75 درجه رسید روند پختم کامل شد. بعد گذاشتم داخل آب یخ به مدت 20 دقیقه، بعدش رفت توی یخچال.